3 کاری که زن شوهرها تو خونه انجام میدن و هرچی خیر و برکته از خونه میره بیرون. یکیش اخلاق بده. سعی کنین تو خونه خوش اخلاق باشین و با هم بگین و بخندین. سعی کنین بیش از 3 روز بیشتر با هم قهر نکنین، چون خیر و برکت و فراوانی از زندگیتون فرار میکنه. اسراف کردن تو غذا، سعی کنین غذا به اندازه بپزین و غذای اضافه رو دور نریزی، چون قدیمی ها میگفتن که لقمه آخر غذا خیر و برکته و شما خیر و برکت رو میریزین دور. از زندگیتون دور میشه خیر و برکت و فراوانی. این 3 تا رو آویزه گوشتون کنین و انشاءالله زندگیتون همیشه گل و بلبل باشه. اگر با من همراهی زیر این پست بنویس همسر.